یه دختر مقابل سهراب ببینید چه میکنه. عصاره این دختر از کیه؟ ایرانی. این تعصب و غیرتشه. یه دختر ایرانی ببینید چه میکنه. خطه ایران خطه پهلوان خیزه. خطه ایران خطه جنگجویان و نامآورانه. چه دلاورایی که زیر خروارا خاک خوابیدن، اما نام نیکی گر بماند ز آدمی، بهتر است از حد حرام یه زرنگار. صدا و سراب از من برم، بیا پایین. گفت نمیذاری برم؟ این هشدار دوم. بذار من برم، دهنه مرکبم رها کن، بیا پایین. گفت این هشدار سوم. دهنه مرکب من رها کن، تمام انگشتاشونو دارن میجوان، بیا پایین. گفت تموم شد، من رفتم. چجوری رفتی؟ گردآفرید سوار اسبه، سهراب پیاده است، اما یه سر و گردن سهراب بلندتره. گفت نمیذاری برم؟ گفت نه. گفت خیلی خوب، منم رفتم. دست گردآفرید رفت به دسته 80 چرم گامی که تازیانه رو کشید. سهراب رو بزنه؟ نه. این تازیانه رو گردآفرید به چرخ انداخت. نمیذاری برم؟ بس اینجا یه اسب گردآفرید از رو ابلق سهراب رفت، دهنمون تو دست سهراب. اون تایس هفت گردآفرید برگشت و مدبر کمر به سهراب گفت دیدی رفتم؟ سهراب هومان اومد جلو، به سهراب گفت چرا گذاشتی بره؟ گفت هومان مگه ندیدی؟ دهنه اسب مون تو دست من، اون رفت. رفتن گردآفرید نامه رو برسونه به دست کیکاووس و نامه رو برد داد به کیکاووس. کیکاووس داد به خطیب. خطیب بلند خون به سر ایرانیا چی داره میاد. فوراً کیکاووس دستور داد یکی نامه بنوشت بر پهلوان که بیدار دل باش و روشن روان. نامه رو نوشت و مهر کرد و داد به گیو الف سالار. گفت این نامه رو برسون به دست جهان پهلوان. گیو داماد رستمه، دامادشه، یک سرهنگ سلحشور با کفایتیه. نامه رو گرفت بوسید، حرکت به سمت زابل. نامه رو برسونه به دست جهان پهلوان ایران رستم. ببینیم عاقبت این کار به کجا خواهد کشید. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقتی دگر. همه رو به خدا سپردم. عزت قرینتون باد. خداحافظ شما.